در آخرین فرصت رمضان امسال قرار داریم. آخرین فرصتی که باید نجات پیدا بکنیم، چون فرمود صلی الله علیه و سلم هلاک شده کسی که رمضان بیاید و مورد مغفرت قرار نگیرد. ما به ضربان قلبهایمان در حال حرکت به سوی قبرهایمان هستیم. ضربان قلبهایمان گامهایی است که به سوی مرگ در حال حرکت هستند و هنگامی که ضربان قلب ایستاد شود این به این معناست که رسیدیم، دیگه فرصتی باقی نمانده است، دیگه فرصت از ما گرفته می شود. با هر نفسی که از وجود من بیرون می شود، عزیزان من، از عمر من و شما کم شده می رود. کتابچه اعمال من و شما هر روز با غروب آفتاب جمع می شود تا در روز قیامت یا بر علیه ما و به ضرر ما گواهی بدهد و شهادت، و یا اینکه به فایده من و شما شهادت بدهد و گواهی. بله عزیزان، ببینید که روزها چقدر به سرعت در حال رفتنند. همین دین روز بود که برای آمدن رمضان آمادگی می گرفتیم، اما الان در آخرین فرصتهای رمضان قرار داریم. فرمود صلی الله علیه و سلم انما الاعمال بالخواتیم، اعتبار اعمال به خاتمه انسان بستگی دارد. اسبها وقتی آخر میدان را میبینند سرعت میگیرند، سرعت خود را افزایش میدهند تا کامیاب شوند. حال من و تو چگونه است در پایان رمضان؟ عزیزان، آخرین فرصتهای رمضان فرصتهای طلایی اند که خاصتا رب العالمین برای امت محمد رسول الله داده است. بسیاری ها در همین آخرین فرصت و آخرین لحظات و آخرین اوقاتشان را متاسفانه در بازارها میگذرانند و حتی بسیاری ها نمازهایشان را با جماعت ادا نمی کنند. در این شبا پیامبر من، حبیب من صلی الله علیه و سلم خانه‌هایشان را رها می کردند، به مسجد پناه می بردند. نه یک خانه، نه دو خانه، 11 خانه خود را رها می کردند. محمد رسول الله خاتم الانبیا به مسجد پناه می بردند و ما امت حاضر نیستیم که کارهای خود را رها بکنیم. ما امت حاضر نیستیم که کار و کسب خود را بمانیم. طاعت و عبادت 83 سال را در این شبها در 12 ساعت الله سبحانه و تعالی به من و شما میدهد. از خزانه رب العالمین چیزی کم نمی شود و در این شب به کثرت دعا بشود، چون ممکن است در یک لحظه ای که میگویید یا رب تمام زندگیت را تغییر بدهد. والله برای رب العالمین آسان است. شاید در یک لحظه ای در این شبها تمام زندگیت را تغییر بدهد. والله لذا عزیزان، فرشته ها نازل می شوند و فرشته ها حتی در بعضی از روایات آمده است که دست می کشند بر چهره بعضی از مؤمنین. از سنگریزه ها بیشترند، بر مؤمنان سلام می کنند. آیا من و تو آماده هستیم که سلام فرشته ها را علیک بگوییم، یا اینکه در این شب خواب باشیم؟ لذا لحظات باقی مانده ماه مبارک رمضان را قسمی سپری بکنید، مانند کسی را که آب برده باشد و خطر غرق شدنش باشد، به هر چیزی دست می اندازد، حتی اگر بوته ای را پیدا بکند دست می اندازد به نیت ای که نجات پیدا بکند. شما در لحظات باقی مانده رمضان به هر چیزی دست بیندازید. اگر در جیبت یک 10 افغانی باشد، او را بتین، 10 افغانی بتین، شاید کارساز شود و این سبب نجاتتان شود. یک لقمه نان بدهین در راه الله، صدقه بدهین در راه الله. فرصت میسر شد فورا ایستاد شوین، الله اکبر، 2 رکعت نیت کنین، نماز بخوانین، ذکر و اذکار داشته باشین، سبحان الله سبحان الله، الحمدلله الحمدلله. در موتر سوار هستین، میروین به سوی شهر،
ذکر و اذکار داشته باشین. فوراً در خانه رفتین بیکار شدین، فوراً قرآن گرفته باز کنین، یک سفر بخوانین، به هر چیز دست بیندازی، به هر چیز. به فلانی و به فلانی تماس بگیر، بگو درخواست دعا دارم از شما و اگر در حقتان کوتاهی کردم مرا ببخش، که شبهای بخشیدن است و عفو و تا عفو بخشش خودتان نکنین رب العالمین نمی بخشد. لذا خودتان ببخشین که رب العالمین ببخشد. هر کسی را یافتید درخواست دعا بکنین، هرچند که از شما خرد باشد، هرچند که از نظر سن و سال از شما کمتر باشد. محمد رسول الله چه کسی به مقامی او میرسد؟ از یکی از امتیایش به نام حضرت عمر وقتی میرود به عمره میگوید عمر برای من دعا بکن. محمد رسول الله میگوید عمر برای من دعا بکن. درخواست دعا بکنین، از سیاسرها درخواست دعا بکنین، از سیاسرهای کلانسال درخواست دعا بکنین، از موسفیدا درخواست دعا بکنین. گمان نیک داشته باشین، بر همسایتان گمان نیک داشته باشین، بر همسنفیتان گمان نیک داشته باشین، بر همه مردم گمان نیک داشته باشین، فقط بر بالای خودتان بدگمان باشین. فکر کنین که تو شکست خورده اید، فکر کن که تو غرق شده اید، تو نابود شده اید، تو هلاک شدید، دیگرها همه بردند و کامیاب شدند. عزیزان من، شما در مورد مدرسه میدانید مدرسه مردمی است، به هیچ فردی تعلق ندارد، حتی به بنده هم تعلق ندارد. این مدرسه مال مردم است و با صدقات و خیرات مردم پیش می رود و نزدیک به 17 ولایت شاگرد اینجا درس می خوانند و نزدیک به 3,500 شاگرد اینجا لیلیه حضور دارند. 3 وقت نانشان در مدرسه است و ما با مشکلات روبرو هستیم، حتی در معاشات اساتید با مشکلات روبرو هستیم و حتی در آشپزخانه ما با مشکلات روبرو هستیم. خواهش میکنم به مدرسه تان رسیدگی بکنین. میدانم مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است، این هم میدانم، اما این صدقات و خیرات برای این است که این مشکلات برطرف بشود.